بس 320 تومن بعد بهم 250 تومن یه 20 تومن آقا یه 20 تومن خیلی شلوغه اینجا. بیا بهترین مونوپودار روز شد بیا اینجا بلیط تهیه میکنن، نفری 5000 تومنه بلیط. چقدر شلوغه. Asrin. Ada selfie kisi besar, ada orang Asrin. Ria bisa. Şampiyon. Yo. Why are we killing one? Kalau melihat di kebutuhan, jual ini dah tadi. Yo, kemarin menazar jadi masuk pergi ke dalam dana. Oh, jual. يعني هيك تجيك ايش جوان. اللي راح يقفل هواء.
سلام من شاید هم نکن بچه یه تاکسی آخه تابا بسیار کلی بخیر عکس بنداز هم سرنگاران پشتی فرشتان دارش کوچی بکنی رو ها یه عکس بنداز آدم نکنی بچه نی چند سال یه دفعه ترمیم میگه عکس بنداز بالا نه اون بالا باشه یکی چند فکر کنه سه تا بالاییه بریم خب اینه که تو تنبیه بود شنگه کار شده است اینه روش شخصی نمیدونه درخت زندگی این دوتا این برای خیسته اون بالا هم دوتا نگاه چند سنگی رویه رو اینقدر کرد مثلا میدونستم دیفر کنم خدا این آخرش آخرین عکس باسازش کرد اومده اصالت چیه بودی کنید هر روزه خورم بودی اونا باستان شناسن قدیم باستان شناس بودن نه اینا باستان شناسا گفتن که مثلا بکنین و اینا این نقش رو به شاپور چیز ارزشی دوم نسبت یا مال اونجا باغ کوچک یا ایوان کوچک اثری با قسمت حدوداً 1600 سال یادگار دوران شاپور سوم 12مین پادشاه ساسانی. توی این اثر شما سکنت بدید شاپور دوم یا ذوالعطاف
قدیمی ترین اثر حجاری در مجموعه تاریخی تاق بستان سنگنگاره اردشیر دومه. این اثر حدوداً 1650 سال نسبت داره. توی این سنگنگاره اثر وسط اردشیر رو میبینید که کشت مرواریدی کردن داره، موهاش به سمت خاصی آفرش شدن، لباس ساده بدن و چرا تحقیل کردم اینجا پله خورده ولی دیگه نمیشه